از دل کوه و طبیعت، التیامی آسیب‌های روحی. سلام به شما شنونده عزیز. امروز می‌خواهم قصه ای را با شما شریک کنم. قصه ای از دل کوه و طبیعت. از دختری که در قریه دور افتاده چشم به جهان گشود. این قصه تنها روایت زندگی نیست، بلکه سفری است به سوی التیام زخم‌های روحی، سفری به سوی امید و روشنایی. من دختری هستم که در قریه کوچک در افغانستان بزرگ شدم. خانه پر از صدا، پر از خنده و گاهی پر از اشک. از همان کودکی یاد گرفتم که زندگی همیشه آسان نیست. از دست دادن عزیزان، بیماری پدر مادر، همه زخم‌هایی بودند که بر روح من نشستند. اما این زخم‌ها مرا شکست نداد، بلکه مرا ساختند. وقتی جنگ شد، مکاتب را بستند و امیدها خاموش شد. کرونا هم سالها را گرفت. اینها همه ضربه هایی بودند که می توانستند روح یک دختر نوجوان را خرد کنند. اما در دل تاریکی همیشه نور هست. این نور همان امیدی است، همان نیرویی که روانشناسان آن را تاب آوری می نامند. برادرم با کلاس‌های آنلاین دریچه تازه برویم گشود. یاد گرفتم که حتی وقتی درهای مکاتب بسته می شوند، می توان از راه دور آموخت. این تجربه نشان داد که التیام زخم‌های روحی همیشه نیاز به حمایت دارد. حمایت خانواده، دوستان یا حتی یک جمله دلگرم کننده. هر واژه‌ای که می آموزم چراغی در تاریکی است. این همان اصل التیام آسیب‌های روحی است. زخم‌های روحی با گام‌های کوچک التیام می‌یابند. نوشتن، خواندن، یادگیری زبان همه راه‌هایی هستند برای بازسازی روح. خانواده‌ام ستون امیدی من بودند. پدرم با وجود سختی‌ها، مادرم با قلب پر از مهر، برادرانم با فراهم آوردن امکانات آنلاین همه دست مرا گرفتند. در روانشناسی میگوید حمایت اجتماعی یکی از قوی ترین درمانها برای زخم‌های روحی است. نداشتن برق، اینترنت ضعیف، فشارهای روحی و ترس از آینده همه بخشی از مسیر بودند. اما یاد گرفتم که هر زمین خوردن فرصتی برای برخاستن است. این همان اصل رشد پس از زخم‌های روحی است. یعنی زخم‌ها می توانند ما را قوی تر کنند. امید
مثل نوری است که از دل تاریکی میتابد. یک لبخند، یک جمله دلگرم کننده، میتواند زخم‌های روحی را آرام کند. من هر روز به خود میگویم تو لایق بهترین ها هستی. این باور نیروی شفابخش روح من است. یاد روزهای ساده در کودکی، جشن با لباس نو، شادی‌های کوچک. این خاطرات مثل مرهمی بر زخم‌های روحی اند. روانشناسان میگویند بازگشت به خاطرات مثبت یکی از راه‌های التیام زخم‌های روحی است. کار کردن در زمین، کمک به برق‌کشی خانه، همه تجربه هایی بودند که عزت نفس مرا ساختند. این عزت نفس سپر شد در برابر زخم‌های روحی. رانندگی برای من شکستن یک تابو بود. پشت فرمان نشستن یعنی تجربه استقلال. این تجربه نشان داد که التیام آسیب‌های روحی با شکستن محدودیت‌ها آغاز می شود. به همه دخترهای قریه می گویم تو لایق آموختن و درخشش هستی. هر دانشی که می آموزی چراغی است برای دیگران. این چراغ‌ها می توانند تاریکی زخم‌های روحی را روشن کنند. این داستان پایانی نیست، آغاز راهی است، راهی برای التیام زخم‌های روحی، برای ساختن فردایی روشن. من تنها یک فرد روستایی نیستم، من نمادی از امید و تاب‌آوری هستم. شنونده عزیز، اگر تو هم زخمی بر روح داری، بدان که التیام ممکن است. با امید، با حمایت، با گام‌های کوچک می توانی دوباره بدرخشی. ما برای شما دعا می کنیم. خداوند شما را دوست دارد. پس فراموش نکنید و فقط اقدام کنید و حرکت کنید.
اگر از این ویدیو خوشتون آمده حتما کانال ما را سابسکرایب کنید و زنگوله را فشار بدید. در ویدیوهای بعدی منتظر شما هستم. وقت خوشی داشته